درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز شنبه 30 август را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه حمله مرگطلبانه به سفارت چین در بیشکک منجر به فوت شخص مرگطلب و جراحت 3 نفر دیگر شد. ترکیش بزرگ به عمل آمد. شعله آتش خیلی بزرگ بود. همه تیریزه های بیناهای اطراف شکستند. ساکنان تاشکند به رئیس جمهور بیمارشان اسلام کریمов شفای کامل آرزو دارند. خدا با پرزیدنت و کشورمان صلح و آسایش عطا کند. ما با او خود را در ثبات و آرامی و آسایش احساس میکنیم. من سن و سالش را نمیدانم ولی میخواهم که با ما باشد. و در بازی‌های پارالمپی در ریو د ژانیرو حداقل یک ورزشکار تاجیک هم شرکت خواهد کرد. و اکنون تفسیر خبرها. در شهر بیشکک قرقیزستان صبح 30 август حمله انتحاری صورت گرفت. حکومت قرقیزستان میگوید که یک مرگطلب بمبگذار سوار ماشین به درآمدگاه سفارتخانه چین در بیشکک حمله کرده خود را ترکانده است. در نتیجه خود حمله‌گر کشته شده 3 کارگر سفارت مجروح شدند. معاون سروزیر قرقیزستان جنیش رزاقوف گفت که راننده بمبگذار به دروازه سفارت چین حمله کرده بمب را که در داخل ماشین بود به کار انداخت. شاهدان حادثه در صحبت با رادیو آزادی حادثه را این گونه تصویر نمودند. من با آشخانه رفتم تا چیزی تناول کنم. ناگاه صدای به گوشم رسید. ساعت تخمینا 8:45 بود. من به بیرون برآمدم. اصلا اینجا قراول هستم. بعد 2-3 دقیقه ترکیش بزرگ به عمل آمد. شعله آتش خیلی بزرگ بود. همه تیریزه های بیناهای اطراف شکستند. وزارت بهداشت قرقیزستان گفت که 3 نفری در این ترکیش مجروح شده شهروندان این کشور بودند و آنها با نشانه‌های جراحت از بمب ترکیده بستری شدند. وزارت داخلی قرقیزستان بهتر گفت که در میان مجروحان 2 پاسبان 17 ساله مرد و یک زن قرقیز میباشند. مقامات چین هم در اظهارات خود حمله به سفارت این کشور در بیشکک را کار دست مرگطلب بمبگذار دانسته از قرقیزستان تقاضا کرد که عاملان این حمله را آشکار و با شدیدترین شیوه مجازات نمایند. مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان اعلام کردند که مرز تاجیکستان و ازبکستان آرام بوده به این منطقه نیروهای علاوه‌ای فرستاده نشده است. مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان اینچنین همه گونه مرزبندی ها را به خاطر تجلیل از جشن 25 سالگی استقلال کشور رد کردند. به قول مقامداران خدمات مرزبانی تاجیکستان فعالیت در مرز با کشورهای همسایه طبق سندهای امضا شده جریان دارد و گذرگاه‌های سرحدی نیز موافق ترتیبات و مقررات فعالند. این در حالی است که بعضی از رسانه‌های روسیه از قبل منابع نزدیک در حکومت تاجیکستان خبر دادند که در ارتباط با اطلاع زید و نقیض درباره وضع سلامتی اسلام کریمov رئیس جمهوری ازبکستان و امکان تشنج در مرز مشترک تاجیکستان و ازبکستان در این مرز چاره‌های امنیتی تقویت داده شدند. وزیر سلامتی پرزیدنت ازبکستان اسلام کریمov روز 30 август همان نامعلوم باقی میماند. شام دوشنبه خبرگزاری فرگانه با تکیه به منبع نامعلوم نوشت که اسلام کریمov روز 29 август در ساعت‌های تخمیناً 3-4 بعد از ظهر درگذشت. ولی چند ساعت بعد این خبرگزاری‌های دیگری روسیه از جمله اینترفاکس این خبر را رد کردند. در همین حال ساکنان تاشکند به پرزیدنت بیمارشان در عرفه جشن 25 سالگی استقلالیت ازبکستان که 1 سپتامبر تجلیل می شود شفای کامل را می خواهند. تفصیلات در گزارش مومن احمدی. اسلام کریمov که تمام عمر ضد جنگیان اسلامی با پنجه آهنینش مبارزه برده است در بیمارستان قرار دارد. روز 29 август دخترش خبر داد که پدری او بعد دچار شدن به خونروی مغزی یا اینسولت در حالت معتدل قرار دارد. لاله کریمova تلایوت در صحیفه‌اش در اینستاگرام روز دوشنبه نوشت که حالا درباره وضع پدرش حدس زدن بر وقت است و از طرفدارانش خواست که برای سلامتی پدر پرزیدنتش دعا کنند. ما شنیدیم که دیروز پرزیدنتمون بیمار شده است. برایش عمری دراز آرزو میکنیم. ما 25مین سالگرد استقلال کشور را تجلیل میکنیم. سهم او در این استقلالیت خیلی بزرگ است. سلامتی آرزو میکنیم. هیچگاه بیمار نشود.
худо ба президент ва кишварамон сулҳу осоиш ато кунад. мо бо ӯ худро дар суботу оромӣ ва осоиш эҳсос мекунем. ман сину солашро намедонам, вале мехоҳам ки бо мо бошад. набуди нерӯи пурқуввати мухолифин ва ё матбуоти озод ба он маъност ки ба эҳтимоли ғолиб таъйини шахсияти раҳбари нав дар доираи маҳдуди хонаводаи Каримов ва мақомоти баландпояи ин кишвар сурат мегирад. Каримови 78 сола худро ҳамеша ба унвони кафили амнияти кишвари ҳаммарзаш бо Афғонистон муаррифӣ карда, захираҳои ғании тилло, газу нафт ва пахтару назорат ва инчунин аз бурузи ҳама гуна муноқишаҳои марзию миллӣ дар кишвараш ҷилавгирӣ кардааст. низоҳои этникӣ дар минтақаи ғанӣ аз тафовутҳои фарҳангӣ ва ҷойгир дар чорроҳаи миёни ғарбу Русия ва Чин аз таҳдидҳои ҷиддии Узбекистон ва дигар кишварҳои ҳамсояи аксар мусалмоннишин боқӣ мондааст. ӯзбекистон аз серҷамъияттарин ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ аз соли 1991 замони касби истиқлоли Ӯзбекистон зери назорати танҳо як нафар, Ислом Каримов мебошад. ба иттилои ҳукумати Ӯзбекистон аз рӯзи 28 август ба ин су Каримов дар бемористон таҳти назорати табибон буда ҳеҷ тафсилоте дар бораи вазъи сиҳати ӯ дода намешавад. Каримови падари ду духтар писаре надорад ки ба унвони вориси эҳтимолии тахти падари худ комааш арзёбӣ шавад. Каримов суръати ислоҳоти бозориро дар Ӯзбекистон ба кундӣ пеш бурд ва аз ҳамин хотир ҳам ҳанӯз бахшҳои аслии иқтисоди кишвараш пойбанди буҷаи давлат аст. тахминан 2 миллион сокини Ӯзбекистон дар Русия дар муҳоҷирати корӣ ҳастанд, чун аз бекорию даромади нокофӣ фирор мекунанд. тобути 14 нафар занону духтарони қирғиз ки дар сӯхтори яке аз анборҳои типографӣ дар Москав ҳалок шуданд, шоми 29 август бо ҳавопаймои президенти кишварашон ба Қирғизистон интиқол дода шуд. хароҷоти овардани ҷасадҳо ва маросими ба хоксупории онҳоро ҳукумати Қирғизистон ба дӯши худ гирифтааст. гузориши ҳамкорони мо дар ин бора. волидони мотамзадаи Динора Раҳимқулова, ҷавонзане ки дар сӯхтори анбори чопхонае дар шаҳри Москав фавтид, интизори овардани тобути ӯ ба зодгоҳаш ҳастанд, то ин ки ӯро ба хок супоранд. агар дар ин ҷо заводу фабрикаҳо кор мекард, ӯ ҷое намерафт. аз сабаби бекорӣ бештари қирғизҳо маҷбур мешаванд ки муҳоҷират кунанд. агар ӯ намерафт, ҳоло зинда мебуд. Динора ба мисли 13 зану духтари дигар аз Қирғизистон натавонист аз сӯхтори яке аз анборҳои чопхонае дар пойтахти Русия ҷон ба саломат бибарад. ҳамаи онҳо аз дуди ғализ нафасгир шуданд. ҳалокшудаҳо аз 17 تا 45 سال داشتند. مهاجران قرغیز که در روسیه فعالیت رسمی یا غیر رسمی دارند، از این پیشتر هم هلاک می شدند. آنها که از ناچاری به خاطر تأمین روزگار مهاجرت را انتخاب کردند، در برابر دهها مشکلات دیگر مورد حمله تاسرها یا قومگراها نیز قرار می گیرند. اما محض هلاکت شهروندان قرغیزستان در سوختار انبار چاپخانه در مسکو در جامعه واکنش‌های تند را به بار آورد. Bu tragediyadan sağ kalışımız gerek. Buluttuk این فاجعه باید برای ما درس شود. این فاجعه ملی بوده، بیهوده نیست. حکومت باید از این خلاصه برآورد. ما باید از حق مهاجرانی که در خارج کار میکنند دفاع کنیم. برای حمایت آنها تهیه برنامه‌های مشخص ضرور است. با توجه به بحث‌های داغی که در اطراف این فاجعه صورت گرفته است، رهبریت قرغیزستان به پیوندان هلاک شده‌ها همدردی مخصوص اظهار کرد. حکومت به خانواده آنها وعده رساندن یاری مالی و روانی را داد. ما برنامه خود را به حکومت پیشنهاد کردیم و این طرح را همچنین با ما در کمیته اجتماعی هم بررسی کردند، ولی متاسفانه در این رابطه نظرها همسان نبودند. فعلا در کشور سیاست یگانه مهاجرت وجود ندارد و همه مشکلات از همین جا منشأ میگیرد. در پی هلاکت شهروندان قرغیزستان در انبار چاپخانه در مسکو در قرغیزستان ماتم ملی اعلان شد. پرچم‌های دولتی پایین آورده شدند و برگزاری همگونه چهاربینی‌های فرهنگی و تفریحی را لغو کردند. شام دوشنبه هواپیمای پرزیدنت قرغیزستان جسد 14 خانم قرغیز را از روسیه به وطن انتقال داد.
اظهارات یک روحانی معروف در منطقه مسلمان نشین داغستان در قفقاز شمالی که ختنه عضوای جنسی زنان را جانبداری کرد بحث داغی را به میان آورد. اسماعیل بردیف مفتی کراچی و چرکسیا گفت همه زنان به خاطر پس شدن شهوتشان باید ختنه شوند. سازمان‌های حامی حقوق انسان این اظهارات را محکوم کردند و قانونگذاران روسیه باشند میخواهند ختنه زنان را از طریق قانون منع کنند. اما خاتمه بخشیدن به این قانون در داغستان شاید دچار مشکل شود. عبدالله اشورف گزارش می‌دهد. مدینه 30 ساله یکی از هزاران قربانی ختنه آلات تناسلی زنان است که در منطقه مسلمان نشینی داغستان در روسیه به سر میبرد. اون نخواست شخصیتش آشکار شود، اما چگونه در 7 سالگی ختنه شدنش را در یاد دارد. برای آنکه شما از جهت شهوانی ناصر نباشید، شهوت خود را پست کنید. به ما ضرورت این عمل را چنین شرح دادند. این تجربه در دهه دوردستی مدینه در قفقاز شمالی تا حد معمول است که او بار هم به درستی آن شک نکرده است و حتی تلاش داشت بدون آگاهی والدانش ختنه شود. من 2 بار در حیاتم ختنه شدم. ختنه ما را یک زن کلانسال انجام میداد. همه نزد وی می روند. من والدانم را آگاه نکرده نزد او رفتم. در روسیه ختنه آلات تناسل زنان هنوز منع نشده است، هرچند سازمان ملل متحد گفته بود که این نقض حقوق انسان است. چند قبل گروهی حامیان حقوق انسان در مسکو گزارش دادند که ختنه آلات تناسل زنان در داغستان در دخترانی تا 3 ساله عمدتاً در شرایط غیر سانیتری گذرانیده می شود. روحانی شناخته در داغستان با واکنش تند خود در رابطه با این گزارش حامیان حقوق باعث سر زدن بحث‌های ضد و نقیض شد. در مصاحبه رادیویی اسماعیل بردیف با حمایت از این تجربه گفت تمام زنان باید ختنه شوند تا که نفس شهوانی آنها کم شده از فساد در روی زمین جلوگیری شود. پس از چند او گفت که این شرح او از هزل بیش نبود، اما طلگت تاج‌الدین مفتی روسیه در این گفته های او هیچ هزل را نمی بیند و گفت با این عنعنه در روسیه جای نیست. برخی دیگر میگویند این آیین مخالف قرآن است. اسلام هدف ندارد که زنها را از یگان کیفیتشان محروم کند، چی مرد باشد چی زن. اسلام در این مسئله میان زن و مرد فرق نمیگذارد. سازمان جهانی تندرستی میگوید ختنه آلات تناسل زنان به سلامتی خطر جدی دارد. این گینکولوگ در داغستان میگوید که یکی از مزاجان او که ختنه شده بود زیر ضربه روانی و جسمانی قرار داشت. پارلمان روسیه حالا قانون را تهیه دارد که ختنه آلات تناسل زنان را یک عمل جنایی شناخته 10 سال زندان را در پی دارد. اما مدینه میگوید از این عنعنه بحث برانگیز دست کشیدنی نیست. شخصا من دخترم را ختنه میکنم. حالا او 5 ساله است. هر وقتی 7 ساله شد او را ختنه میکنم. روسیه می تواند مسئله آلات تناسلی زنان را در داغستان حل کند، اما تغییر دادن این عادت در برخی از نواحی دشوار خواهد بود. در جنوب نروژ جسد بیش از 300 آهو یافت شده است. به نظر مقامات محلی این آهوان را ضربه برق به هلاکت رسانده است. روز جمعه جنگلبان منطقه خاندانگرویدا جسد بیش از 30 آهو را پیدا کرد که در بسیاری حالت‌ها شاخ آنها به هم پیچیده بود. مقامات محل تخمین می‌کنند که آهوان را برق کشته است، زیرا همان روز رعد و برق زیاد مشاهده شده بود. دانشمندان عالمی وحوش نروژ میگویند که هیچگاه شاهد چنین حادثه نبودند. آنها تخمین می‌کنند که پودای آهوان هنگام رعد و برق کنار هم جمع شده است و در نتیجه ضربه برای اکثر آهوان مرگبار بوده است. در برابر جسد 323 آهو جنگلبان ها باز 5 حیوانی را پیدا نمودند که از زخم‌های عمیق اذیت می‌کشیدند. این حیوان ها نیز به قتل رسانیده شدند. یک ورزشکار تاجیک برای شرکت در بازی‌های پارالمپی ریو د ژانیرو را خط گرفته است. رحم خدا دادی خدایوی 26 ساله در مسابقات المپی از روی ورزش سبک در دویدن به مسافه 200 و 400 متر تاجیکستان را نمایندگی می‌کند. بازی‌های پارالمپی 2016 از 7 تا 18 سپتامبر برگزار می‌شود و ورزشکاران از روی 22 نوع ورزش برای 558 مدال رقابت خواهند کرد. رحم خدا داد خدایو سال 2014 در بازی‌های پارالمپی آسیا جای ششم و سال 2015 در سبقت بین‌المللی در سوچی در دویدن به مسافه 400 متر جای 4م را گرفته بود.
و اخبار بیشتر از این را در وبسایت ما، صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمان رادیو آزادی در تلفن‌های همراه دنبال کنید.